با شما درود میگویم شنوندگان عزیز. اینجا استودیوی مرکزی رادیو موجر است و سه‌شنبه 21 اپریل 2020 سال پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما میشنوید. خبرها را از تاجیکستان شروع میکنیم. کارخانه‌های استحصالی در ولایت سوغد تاجیکستان در یک روز تقریبا 100,000 نقاب‌های طبی را استحصال میکنند. طلبات به این نمود نقاب‌های طبی در رابطه با پاندمی جهانی کرونا ویروس افزایش یافته است. در تاجیکستان کارخانه‌های صنعتی سبک به طور پرشدت افزایش استحصال نقاب‌های طبی را که با استانداردهای سانیتری اپیدمیولوژی مطابقند با خطر پنجشنبه کرونا ویروس افزودند. همین طور طبق معلومات ریاست انرژتیک و صنعت دستگاه رئیس ولایت سوخت از آخر ماه مارس تا نیمه اپریل 11 کارخانه نساجی در این منطقه فعالیت میکنند که توانستند 1.5 میلیون نقاب‌های طبی را آماده کنند. خبر میدهد آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر. قید کرده می شود که همه کارخانه های بافندگی در شمال تاجیکستان با مواد کافی اشیاء خام تامین شدند و در صورت ضرورت می توانند اهالی منطقه را با این محصولات طبی تامین کنند. در مجموع 11 کارخانه ولایت سوغد در یک روز قریب 100,000 نقاب‌های طبی را استحصال میکنند که این اساساً برای قانع گردانیدن طلبات ساکنان محلی نگرانیده شده است. گفته می شود که کارخانه های نساجی سوغد محصولات خود را منتظم با دید نو استحصال میکنند و محصولات استحصال کرده شده با تمام استانداردهای جهانی معاصر جوابگو است. در جمهوری ازبکستان در یک روز آخر در مجموع 62 حالت نوی ویروس کووید 19 آشکار شده است. حالا باشد در ازبکستان شماره بیماران گرفتار نوی کرونا ویروس به 1627 نفر رسید. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این جمهوری. گفته می شود تا به حالت بگاهی 20 اپریل سال جاری در جمهوری ازبکستان شماره حادثه های سرایت کرونا ویروس در بین آدمان 1627 حالت را در بر میگیرد. آمده است در اطلاعیه وزارت تندرستی ازبکستان. خاطر رسان میکنیم که بار اول در ازبکستان یک زن از کرونا ویروس سرایت یافت که قبلا از فرانسه سفر کرده بود. وی 15 اپریل سال جاری به این ویروس گرفتار شد و همه نفرانی که با او تماس مستقیم داشتند تحت کرانتین قرار گرفته شدند. با این همه چراهای محدود کننده و مبارزه علیه این ظاهرات نامطلوب پنجشنبه آن در ازبکستان روز از روز افزایش یافته ایستاده است. بنا به این کمیسیون جمهوری ازبکستان علیه مبارزه با ویروس کووید 19 به دیوان وزیران این کشور توصیه داده بود که حالت کرانتینی را در این جمهوری تا 15 می تمدید کنند. شما خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیده ایستادید. رجای خود نگهداری در خانه در روسیه می تواند تا به میانه های فصل تابستان تمدید شود. این لایحه احتمالی است که حالا مقامات فدرالی در روسیه آن را مورد محاکمه قرار گرفتند. خبر می‌دهد اربک با استناد به منبع‌های خود در حکومت روسیه همچنین احتمال می رود که حالت خودنگهداری در خانه را مقامات در روسیه تا میانه های ماه می تمدید کنند، چون در روسیه روزهای استراحتی در ماه می 8 روز را فرا میگیرد که این از 1 تا 5 و بعد از 9 تا 11 می. بین این روزها تنها 3 روز کاری موجود است که این از 6 تا 8 می می باشد. روز دوشنبه 20 اپریل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با کارشناسان اوید به وضع سانیتری اپیدمیولوژی در روسیه ملاقات برگزار کرد که در آن ولادیمیر پوتین اظهار داشت که سطح اوج پنجشنبه کرونا ویروس در روسیه تا حال به آخر نرسیده است. معاون رئیس حکومت روسیه تاتیانا گولیکووا گفته است که منطقه های روسیه باید نظارت حالت خودنگهداری در خانه را شدید کنند، چون اگر در این سمت سهلنگاری کرده شود پس شماره گرفتاران ویروس کووید 19 در منطقه های روسیه از مسکو دیده زیاد خواهد شد. تا امروز 21 اپریل در روسیه 47121 حادثه سرایت‌یابی و ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است که از این 405 نفر بیماران فوت کردند. میخائیل موراشکو وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار امیدواری کرده است که مقامات تندرستی با این اپیدمی در روسیه
پیروز خواهند شد. و بار دیگر تاکید بر آن کرده است که حالت خود نگهداری در خانه بهترین روند امین داشتن آدمان از هر گونه بیماری‌های سیرایتی خصوصا از ویروس کووید 19 می باشد. حالا طبق قرار کمیسیون مخصوص روسیه اوید به مبارزه با ویروس کرونا تا 3 اپریل در این کشور حالت خود نگهداری در خانه جاری گردیده است. در سمت تمدید شدن یا نشدن چاره‌های محدود کننده مقامات رسما اظهار نظر نکردند. خبرهای روز را ما مستقیما ادامه می‌دهیم. در 21 شهروند چین که روز 20 اپریل توسط هواپیمای ایر چین از مسکو به شهر سیان مضافات شنسی جمهوری مردم چین پرواز کرده بودند، سرایت کرونا ویروس آشکار شده است. گفته می شود در سامانه حکومت مضافات شنسی چین پس از وارد شدن به سیان همه مسافران و هیئت سرنشینان طیاره از آزمایش طبی حتمی گذشتند و تحت نظارت کرانتینی حتمی قرار گرفتند. سنجش‌ها تا روز سه‌شنبه کرونا ویروس را در بدن 21 نفر آنها ثابت کرده است. همگی 166 نفر که در طیاره قرار داشتند آنها نیز بنا به سبب‌های خطر احتمالی پنجشنبه ویروس کووید 19 تحت کرانتین فرا گرفتند. با سبب خطر افزاینده حادثه‌های واردشوی سرایت کرونا ویروس از خارجه، اداره اویتس اگرژدنی جمهوری مردم چین قرار کرد که از 20 مارس تمام پروازهای بین المللی مربوط به شهر پکین را موقتا قطع کند. پروازهایی که به پکین به نقشه گرفته شده بودند به دیگر شهرها ارسال کرده می شوند. کارهای پروفیلاکتیکی در شهر پکین پایتخت چین روی دست گرفته شده است. مقامات کوچه‌های شهر را با مواد ضد ویروسی آبپاشی می کنند. نظر میکنیم به تحولات در امریکا. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلام داشت که مهاجرت را به امریکا با سبب کرونا ویروس موقتا قطع میکند. پرزیدنت آمریکا این تصمیم را با ضرورت نگاه داشتن جایهای کاری برای شهروندان خود در بازار بی‌ثبات توضیح داد. من فرمان را امضا میکنم که مهاجرت را در ایالات متحده آمریکا باز می‌دارد، نوشته است در صفحه توییترش دونالد ترامپ. از این پیش پرزیدنت آمریکا جزئیات بیشتری نداده است. حالا در این خصوص نظر سناتوران کنگره آمریکا روشن نیست که این تصمیم دونالد ترامپ را دستگیری میکنند یا نه، چون در امریکا توازن بیشتر قدرت خصوصا در سمت قانونگذاری در دست کنگره آمریکا بوده. در بسیار موارد پرزیدنت به رضایت کنگره کار بیش از کشیدن نقشه های تخیلاتی را انجام دادن نمیتواند. خاطررسان میکنیم که ایالات متحده آمریکا امروز از جهت پنجشنبه شماره سرایت یافتگان کرونا ویروس در جهان پیش صف است. طبق اطلاع دانشگاه جان هاپکینز در ایالات متحده آمریکا 786968 نفر بیماری داروی کووید 19 به قید گرفته شده است. شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیده استادید. مؤسس بزرگترین شرکت تجارتی الکترونی جهان علی بابا میلیاردر جک ما به سازمان جهانی بهداشت بیش از 100 میلیون نقاب‌های طبی و دیگر تجهیزات محافظتی انفرادی را برای مبارزه علیه پاندمی ویروس کرونا تقدیم کرده است. در این باره از جانب صاحبکار در شبکه اجتماعی چینی ویبو اظهارات نشر شده است. تحویلات خیرکرده میلیاردر جک ما به سازمان جهانی تندرستی 100 میلیون دانه نقاب‌های طبی، اینچنین نزدیک 1 میلیون دانه تست سنجش‌ها و دیگر لوازمات طبی ضروری را علیه مبارزه با ویروس کووید 19 در بر میگیرد. پنجشنبه اپیدمی کرونا ویروس تا حال ادامه دارد. تمام جهان با این وبای عصر روبرو است. ما باید کارهای پیشگیری کننده را سرعت بخشیم، با همدیگر همکاری کنیم و با اعتماد باز هم قوی‌تر به این مشکل گلوبالی غالب شویم، گفته است صاحبکار و میلیاردر چینی جک ما در اظهاراتش. قبلا جک ما مؤسس شرکت علی بابا با سازمان عمومی جهانی تندرستی 2 میلیون نقاب‌های طبی، 20,000 خلعت‌های محافظتی روی پوش برای طبیبان، 20,000 عینک و 50 عدد دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی تقدیم کرده بود.
شما خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. برو همراهی کنید. سلامت باشید.